سلام به همراهان همیشگی استارت تیم. بنده علی آشتاب هستم، اینستراکتور شما تو این دوره و تو این ویدیو. ما امروزه داریم از اینترنت برای اهداف تجاریمون، سرگرمیمون، ارتباطیمون همه اینا استفاده میکنیم، ولی خب شاید اکثرا ما ندونیم که در لایه‌های زیرین این ارتباط داره چگونه انجام میشه. وقتی ما داریم در مورد اینترنت صحبت میکنیم، به صورت گسترده تر داریم در مورد شبکه صحبت میکنیم و کوچکترین شبکه‌ای که ما میتونیم توی دور و برمون تجربهش کرده باشیم یک شبکه خونگیه که معمولا یک فایوس دیوایس که ما اینجا یه مربع اگه در نظرش بگیریم هست که اتصال داره به یک دستگاه DSL مودم. نم از این که در کلیتش اگه این دایره ابری اینترنت اینو در نظر بگیریم، وصل به این دستگاه فایوس مودم ما به یک نحوی که با توی جلوتر توی ویدیو توضیح خواهیم داد به این اینترنت. حالا ممکنه که این دوتا قسمت این اصطلاحاً فایوس دیوایس و DSL مودم توی یک دستگاه قرار داده شده باشن، مثل مودم های خیلی اکثرا که الان میریم مثلا از شرکت آسیاتک خریداری میکنی یا مثلا از یه شرکت ایرانسل خریداری میکنی، یا مثلا ممکنه جفتشون توی گوشی ما قرار داشته باشن که حالت اون اینترنت دیتا ما رو به وجود میارن، یا توی حالت های قدیمی تری توی خیلی از شرکت ها به صورت دو تا دستگاه جداگانن که دستگاه اصطلاحاً فایوس دیوایس وظیفه اتصال به اینترنت رو داره یا به اون ISP ما که جلوتر بهش میرسیم چی است، و DSL مودم وظیفه انتشار اون به دستگاه های مثلا لپتاپ ما یا گوشی ما که اتصال پیدا میکنن به اون مودم رو اجرا میکنه. معمولا این دستگاه ما وصل میشن به یک ISP یا اینترنت سرویس پرووایدر که مثلا ما ماهیانه یه پولی به اینا میدیم، حالا یا توی مدت زمانهای متفاوت دیگه، مثل ایرانسل تو ایران یا مثلا آسیاتک یا هر چیز دیگه ای که خدمات اینترنت رو بابت یک پولی به ما اتصالش رو برقرار میکنه که به اینا میگن ISP و اونها ما رو به این شبکه بزرگترین اینترنت ارتباط میدن. خب حالا این اتصال به صورت فیزیکی برقرار شده. خب کامپیوترها چجوری شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن یا حرف زدن؟ ما خیلیاتون ممکنه اینو دیده باشین یا ندیده باشین. حالا این یک شماتیک از اینترنت هست که به یک دستگاه DSL مودم حالا وصل شده و این به یک مودم وایرلس. حالا لپتاپ ها به صورت وایرلس یا مثلا دسکتاپ ما یا لپتاپمون به صورت سیمی به این دستگاه وصل میشن و به اینترنت اتصال پیدا میکنن. اگر شما توی یه کمی مثلا تنظیمات اون گوشیتون یا کامپیوترتون رفته باشین دیده باشین یک همچین عددی رو مثلا مشاهده کردین که این هشتگ های اینجا به جای یک عدد بین 0 تا 255 هستن، مثال 192.168.1.43 یا همچین عددهایی. ما به این عددها اصطلاحا میگیم IP. IP مثل یک آدرسی میمونه برای اصطلاحاً اون کامپیوترمون که مخفف کلمه اینترنت پروتکل هستش. این اینترنت پروتکل آدرس مثلا شما وقتی مثلا میخواین فلان آدرس رو بدین، مثلا آدرس دانشگاه تهران که میخواین بدین، مثلا تهران اصطلاحاً مثلا میدان انقلاب خیابون بهمان پلاک X. یک کامپیوتر هم که ما میخوایم اصطلاحاً بهش اتصال برقرار کنیم نیاز به یک آدرسی داره که این آدرس به صورت این IP که حالا جلوتر انواع دیگه IP هم دیده میشه که به این IP میگن IP ورژن 4 یا IP V4. این استفاده میشه که به صورت یونیک به یک کامپیوتری اختصاص داره. ما زمانی که این کامپیوتر ما به ISP اتصال پیدا میکنه، داخل این ISP یه چیزی هست به نام DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. قدیما شما وقتی مثلا با یک ISP مثلا اینترنت خریداری میکردی، یک آدمی میومد توی خونه ما و یک IP رو به صورت هارد کد همونجا به ما اختصاص میداد. امروزه ولی اینجوری نیست. شما به محض اینکه به اون دستگاه اتصال پیدا میکنین
این DHCP به صورت خودکار یک آدرس IP رو به اون دستگاه ما اختصاص میده. حتی ممکنه که مثلا اون مودمی که ما داریم خودش یه دونه اصطلاحاً DHCP سرور داخل خودش داشته باشه که طرز کارمون اینجوریه که مثلا ما به یک مودم ممکنه چند تا دستگاه وصل بکنیم و این میاد مودم یک DHCP سروری داخل خودش داره و یک آدرس IP به هر کدوم به صورت خودکار الحاق میکنه. به عنوان مثال مثلا ما اگه اینجا من یه دونه دایره بگیرم، اگه ما اینو یک ISP داشته باشیم که یک DHCP سرور DHCP سرور داره که داخلش به ما IP میده و این وصل شده به یک مودمی. اینجا من از یک مربع واسش استفاده بکنم. حالا فرض کنین به جای اینکه یه دونه مثلا اصطلاحاً به دستگاه به این وصل شده باشه، اومده باشه و چند تا دستگاه وصل شده باشه، مثلا یک دستگاه، دو دستگاه، سه دستگاه و 4 دستگاه بیان به این اتصال پیدا کرده باشن. مثلا این ISP میاد مثلا IP 192.168.1.9 مثلا اختصاص میده به این مودم. حالا این مودم میاد چیکار میکنه؟ و بعد بفهمه که الان این نمیتونه این IP رو به همه بده که یک پیامی که بخواد به این IP فرستاده بشه به تک تک اینا فرستاده میشه و اون چیزی که نیست که ما فکر کنیم دوست داشته باشیم. ممکنه مثلا یک مودمی باشه توی فضای عمومی و 10 نفر بهش وصل شده باشن. خب 100% ما دوست نداریم پیامی که واسه ما میخواد بیاد به همه این مثلا دستگاه ها بره. پس این مودم میاد چیکار میکنه؟ به صورت خودکار مثلا میگه آقا 192.1.1.1 مال این دستگاه، 192.1.1.2 مال این دستگاه و الی آخر. و مثلا یه پیامی که میخواد فرستاده بشه میگه آقا به ISP مثلا از بین ISP که میرسه میگه آقا به IP 192.168.1.9 که از اونجا ارسالش کن مثلا به این IP، نه مثلا این IP. و اصلا ممکنه که چند بار این IP دی ها انجام بشه، مثلا دستگاه خیلی زیاد این وسط باشن تا بخواد این اصلا پیام به ما برسه. حالا اونایی که بیشتر توی اصطلاحاً زمینه اینترنت بودن خب دیدن که وقتی ما میخوایم یه سایتی رو سرچ بکنیم میدونن که اون مثلا سایت مثلا گوگل اونم یه کامپیوتریه که ما بهش پیام میدیم که آقا اون سروری مثل کامپیوتر میمونه و بهش پیام میدیم که آقا این اطلاعات تو به ما بده. ولی خب شما تا حالا شاید ندیده باشی که مثلا بگین آقا مثلا میخوای گوگل رو وارد بکنی میگه آقا www.google.com یا مثلا facebook.com یا مثلا aparat.com. نمیای بگی که مثلا IP فلان چیز رو بیا به ما مثلا بده، مثلا این کامپیوتر به این IP رو معمولا از اصطلاحاً دومین نیم استفاده میکنیم. خب چجوریه که این کامپیوترها متوجه میشن که باید به ما مثلا وقتی ما می‌نویسیم google.com باید فلان کامپیوتر با فلان IP رو بیان واسه ما نشون بدن؟ خب این یه چیز غیر کنار اصطلاحاً DHCP یه چیز دیگه هست به نام DNS یا Domain Name Server. این یک کامپیوتری هستش که اومده و گفته آقا زمانی که مثلا فرضاً IP گوگل باشه مثلا 4.5.6.7، خب اینو خب کسی نمیتونه حفظ کنه، نمیدونه. این DNS سرور گفت نوشته که آقا هر کی نوشت گوگل، چقدر خط خوبی دارم من، مثلا google.com شما بیا لطف کن این پیامشو منظورش 4.5.6.7 بوده به این بیا بفرست. پس چی کار میکنه این DNS سرور؟ تنها کاری که میکنه اینه که موقعی که ما یک دومین رو بهش میفرستیم بیاد به ما بگه که این توی لیستش نگاه کنه ببین آقا این دومینی که ما فرستادیم برای کدوم آیپیه، به اون کامپیوتر با اون آیپی اون پیام ما رو ارسال بکنه.
خب شما اگه ویدیو قبلی رو دیده باشین میدونین که تمام ارتباطات توی اصطلاحاً کامپیوتر با 0 و 1 هستش. خب چجوری با این 0 و 1 و این آی پی ها میخواد کامپیوترها با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن و این پیام ها ارسال میشه؟ شاید باورتون نشه ولی دقیقاً مثل اینه که ما میخوایم با یکی نامه بفرستیم. دقیقاً مثل اینه که ما یک پاکت نامه برداشته باشیم، مثلا این پاکت نامه ماست، گفته باشیم که آقا مثلا میخوام یه عکس یه گربه رو مثلا از گوگل دریافت بکنیم. بیاد بیایم ببینیم مثلا این ابزار متن انتخاب کنم، مثلا میگم آقا از میگم آقا فرام مثلا 1.2.3.4 آی پی ما باشه به عنوان مثال. میگه آقا از این بفرست به مثلا تو مثلا اینجا آی پی گوگل رو ما 5.6.7.8 فرض میکنیم و بهش میگیم آقا به ما گت کن cat.jpg یا اصطلاحاً عکس گربه رو به ما بده. خب این میاد چیکار میکنه این پیام و میدیمش به اینترنت. حالا به روش های این آی اس پی ها و این دستگاه های وسط کار میان و این که حالا تو جلوتر با توی مبحث ترس رود این نحوه رو به شما ما نشون میدیم که چگونه این پیام انتقال پیدا میکنه. میرسه دست گوگل یه برنامه نویسی شده، میگه آقا زمانی که این درخواست از من شد بعد این نتیجه رو بیام برگردونم. حالا به هر حال به یه طرقی که حالا مبحث این ویدیو نیست میاد آقا اون عکس گربه رو میخواد برای ما پس بفرسته. دوباره میاد اصطلاحاً به صورت دیجیتال البته یه پاکت نامه برمیداره، میگه که از فرام 4 ببخشید 5.6.7.8 تو 1.2.3.4 میاد اصطلاحاً اون عکس کتو میاد واسه ما cat.jpg رو میذاره توش و برای ما دوباره ارسال میکنه و میاد به همون طریق پروتکل میفرسته واسه ما. خب به این فرایند میگن فرآیند TCP و چون در تلاقی خیلی میگن کاملی با IP هست، معمولا ما تو اینترنت و این دوتا خیلی با هم میان به این داستان میگیم TCP IP و این قراردادیه که ما استفاده میشه به وسیله IP و این موضوع اصطلاحاً انتقال که پروتکلی که همه قبولش کردن به اسم TCP IP که ما از اون استفاده میکنیم برای انتقال متنمون، محتوامون یا هر چیز دیگه. حالا معمولاً این چیزهایی که ما فایل که ما میفرستیم فایل بزرگی هستند و اگه ما بخواد یک هوی این گوگل بیاد بخاطر واسه ما بفرسته این خیلی فایل حجمی میشه. پس میاد چیکار میکنه؟ یعنی اصطلاحاً این چیز کتو میاد و مثلا به 4 قسمت یا مثلا 2 قسمت تقسیم میکنه. مثلا اینجا میاد این عکس گربه رو به 3 قسمت مثلا تقسیم میکنه. اینجا روی همشون میخوره from 4.5.6. مثلا ببخشید 5.6.7.8 روی همه اینو الساق میکنه تو 1.2.3.4 این هم به همه الساق میکنه و یه نکته دیگه میمونه اینجا روی مثلا این اولین رو قسمت کردیم میگه آقا 1 از 3 2 از 3 و 3 از 3.
حالا اگه به هر دلیلی یکی از این بستا نرسه، اون سرور دوباره یه پیام ارسال میکنه به سرور، میگه مثلا 2 از 3 واسه من ارسال نشده، دوباره بفرست. و وقتی که همه این مثلا عکسای گربه اومد توی کامپیوتر ما، مثلا مبدأ ما که ما درخواست کرده بودیم، میاد اینو با هم دیگه وصل میکنه و چون این برش و دوباره چسب زدنه به صورت دیجیتالی انجام شده و فایل 0 و 1 بوده، اصلا ما احساس نمی کنیم که این چند قسمتی شده و اومده و ما اون عکسمون رو دریافت میکنیم. ما به این قرارداد میگفتیم TCP یا اصطلاح کاملترش TCP IP. خب ولی یه سوالی که ممکنه واسه کسی پیش بیاد این که مثلا سرور گوگل الان فقط یه کار نمیکنه که، مثلا فقط عکس نمیفرسته که، فقط مثلا وب نمیفرسته که، 100 تا کار دیگه میکنه. مثلا ایمیل داره، مثلا اصطلاحاً سیستم ویدیویی داره و چندین و چند موضوع دیگه. خب این سرور چه جوری باید بفهمه که آقا الان به کدوم قسمت سرور باید اینو اتصال بده؟ خب حالا غیر از قسمت دومین نیم یه موضوعی هست به نام پروتکل. به عنوان مثال وقتی ما میخوایم از یک صفحه وب پیج به صورت مثلا متنی یا یک هایپر تکست رو دریافت کنیم، اومدم و یک پروتکلی رو بهش به توافق رسیدم به نام HTTP یا پورت اصطلاحاً 80 و یه چیز دیگه هم هست به نام HTTP PS که همون کار رو انجام میده ولی با امنیت بالاتر، که پیشنهاد میشه از سایت هایی استفاده بکنین که از این حالت امنیت و رمزگذاری شده استفاده میکنن با پورت نامبر 443. یا مثلا برای اتصال ایمیل ها از پورت 25 استفاده میشه. و خب در مثلا ادامه هر کاری یک پورتی داره و یک پروتکلی داره که اصطلاحاً اختصاص داره به این موضوع که کسایی که اینترنت رو ساختن به توافق رسیدن که از این اصطلاحاً قراردادها تبعیت بکنن. سوالی که ممکنه اینجا پیش بیاد واسهتون اینه که خب ما توی این پیامی که داریم ارسال میکنیم، خب چجوری این پروتکل رو به اون مقصدمون میفهمونیم؟ خب خیلی ساده است. مثلا ما توی مثالمون که آی پی گوگل رو 5.6.7.8 در نظر گرفته بودیم، یه 2 نقطه بعدش میاد و اون اصطلاحاً پروتکلی که مد نظرمونه رو با اون عدد پورتش اعلام میکنیم. مثلا ما توی این مثال که مثلا از اصطلاحاً پورت 80 داریم استفاده میکنیم، داریم به سرور گوگل میگیم که آقا ما با قسمت وب تو کار داریم. اگه مثلا این 25 بود بهش داشتیم میگفتیم که ما با میل سرور تو کار داریم، یعنی مثلا داریم با ایمیل کار میکنیم، میخوایم ایمیل بفرستیم یا ایمیل دریافت کنیم و حالا الی آخر. خب غیر از TCP ما یه روش انتقال پیام دیگه داریم به نام UDP. تفاوتی که با TCP داره اینه که این اصطلاح مثل فریاد زدن میمونه و اصطلاحاً این دلیور شدن و انتقال پیام رو گارانتی نمیکنه. یعنی ممکنه که وسط این انتقال یه سری از این پکت ها که مثلا اون پاکت نامه ها مثلا نرسن. خب حالا سوال پیش میاد که خب این اصولا چیز خوبی میتونه باشه؟ توی یه سری جا آره، مثلا توی مثلا ویدیو استریم ها یا مثلا تماس های تصویری، اینا این چیز خوبیه و اصولا وقتی که مثلا یک پکتی نیومده وای نمیسته مثلا اون استوب بکنه اون تصویر فرد و تا مثلا پیام به صورت کامل دریافت بشه. و اصولا هم اگه دقت بکنیم واسه ما بهتره که مثلا اون تصویر ما، اون پیام ما مثلا توی تماس تصویری انتقال پیدا بکنه. حالا یکی تیکش هم نیومد ما نشیدیم، تو از طرف دوباره بخوایم که بهمون بگه تا اینکه هی بخواد استوب بشه تا کامل صحبت طرف واسه ما انتقال پیدا کنه، بعدش مثلا ادامه پیدا بکنه. و ما معمولا واسه همچین کاری مخصوصا برای استریم کردن ما از به جای پروتکل TCP از پروتکل UDP استفاده میکنیم. حالا شما این نوع از IP رو دیدین یا اصطلاحاً IP ورژن 4، ولی اگه به تنظیمات اصطلاحاً اون کامپیوتر شخصیتون نگاه داشته باشین، بعضی اوقات یه چیزی به اسم IP ورژن 6 هم میبینین که به جای اصطلاحاً دوباره اینو بیارم یه حالت همچین شکلی داره و به جای اصطلاحاً اون 32 بیت برای ما از
اصطلاحاً 128 بیت فضا برای آی پی اختصاص دادن استفاده میکنه. دلیلش هم خب خیلی واضحه. من اگه این یه ماشین حساب ساده واسهتون بیارم، ما زمانی که داریم از آی پی ورژن 4 استفاده میکنیم حدوداً از 4 میلیارد مثلا کنید 2 به توان 32 حدوداً 2 به توان 32 حالت، یعنی حدود 4 میلیارد تا آی پی میتونیم به صورت یونیک داشته باشیم. ولی وقتی از آی پی ورژن که خب امروزه خیلی واسهتون واضحه دیگه، 4 میلیارد دستگاه تو حالتی که اینترنت اشیا هم داره میاد وسط و هر دستگاه یه دونه آی پی نیاز داره، خب خیلی کم میاد واسه ما. ولی وقتی بتونیم از آی پی ورژن 6 استفاده کنیم و 128 بیت حالت استفاده بکنیم برای این آی پی اختصاص دادن، ما این میزان از آی پی رو میتونیم اختصاص بدیم. و من توی این صفحه نتورک مک هستش، تو قسمت TCP IP شما میتونین آی پی ورژن 4 تون رو مشاهده بکنین. این هم بالا ویندوز هستش. یه چیزی که هست، آی پی هایی که با 10 دات فلان دات بهمان دات بهمان یا با 192.168 شروع میشن یا با 172.16 شروع میشن، اصطلاحا ما بهشون میگیم آی پی های پرایوت، یعنی آی پی هایی هستن که حالا یا توسط آی اس پی مون واسه یک منطقه خاصی به ما اختصاص داده شدن یا توسط همون مودم خودمون به ما اختصاص شدن و اصطلاحا اون شبکه پرایوت، شبکه شخصی، شبکه عمومی نیست که هر کسی بتونه بهش دست پیدا کنه اصطلاحا. نکته بعدی که ما باشون استفاده میکنیم روترها هستن که دقیقا وظیفه این که این چجوری این پیام ها رو انتقال بدن به روترها بستگی داره و این روترها یا اصطلاحاً مکانیاب ها دقیقا این پیام ما رو از یک نوعی اصطلاحاً مثلا اگه ما اینجا نقطه A باشیم و بخواد به نقطه B برسه، اینجا بذاری من چند تا نقطه اگه بخوام بذارم، مثلا کنید اینجا ما روترهای بسیار زیادی داریم که یک پیام از نقطه A که میخواد به نقطه B برسه مثلا چندین و چند راه داره و مثلا میتونه از اینجا بیاد به این نقطه، اینجا بیاد به این نقطه، این نقطه، این نقطه و مثلا بعد به این نقطه برسه، یا مثلا از اینجا میتونه بیاد به اینجا یا از اینجا میتونه بیاد به اینجا و کلا راه‌های متعددی داره برای طی کردن تا از یه نقطه به نقطه دیگه برسه که اصولا خب اینترنت اولیه برای یک شبکه نظامی بود و یه جوری طراحی شده بود که مثلا یک قسمتی از این روترها از دست رفت بتونه از راه دیگه همچنان انتقال پیام صورت بگیره و این دقیقا این نقاط روترها هستند که تصمیم میگیرن که در اون زمان چگونه این انتقال ها رو مدیریت بکنن که با بیشترین سرعت و بهترین امنیت این پیام ها انتقال بکنه. ما یه ابزارهایی داریم به نام تریس روت ها که میتونیم اصطلاحاً این ای بابا اصطلاحاً ببینیم که آقا مثلا یک پیام ما به یک سرور که میره مثلا چه مسیری رو طی کرده. توی ویندوز از دستور تریس RT برای این تریس روت کردن استفاده میکنیم و مثلا www.aparat.com رو که میخوایم اینجا چیز بکنیم، اول به DNS سرور وصل میشه و تشخیص میده که IP آپارات 192.147.178 و .13 هستش و میبینی که این IP دستگاه ما هست که یک IP شخصی هستش. یکم این اصطلاحاً طول میکشه به خاطر نت بسیار سرعت داره ایران. من بعد از اینکه
این کارش تموم شد ویدیو رو ادامه میدیم. میبینی که به یک سروری اتصال پیدا کرد با آی پی بازم شخصی، ولی معلومه که واسه ISP ما هست که توی این مثال ISP ایرانسل هست. ما به یکی از سرورهای ایرانسل الان اینجا اتصال داریم و داره این پیام ما رو انتقال میده، پکت های ما رو اصطلاحاً. ما چقدر خوشبختیم که توی ایران زندگی میکنیم. همونجور که میبینین از جایی که ما هستیم، دستگاه ما تا سرور آپارات حدوداً با 12 تا تلاش و از همچین مسیری رو پیمودن، حدوداً توی 40 میلی سکند میلی ثانیه به پیاممون به سرور آپارات رسید. خب 100% این یه جوابی به ما برخواهد گردوند وقتی که مثلا ما از پروتکل های مثلا HTTP استفاده بکنیم. ولی زمانی که مثلا این سرور ما دورتر میشه، مثلا زمانی که ما داریم پیامی به مثلا یک سایتی که مثلا در خارج از کشور قرار داره، مثلا سایت MIT، این پیام رو میفرستیم، مشاهده میکنیم که این پیام ما از مکانهای دورتری منتقل میشه و خب بیشتر طول میکشه. باز همونجور که میبینین از IP شبکه شخصی ما شروع میکنه به اصطلاحاً روت کردن و مسیریابی. خب بالاخره با سرعت نت ایران این روت ما انجام شد و اگه دقت بکنید تا اینجایی که داره در اینترنت شبکه داخل کشور این باز اتفاق میفته، به نسبت سرعتش همچنان بالاتره، ولی اینجا دقت کنید یه تایم خیلی بیشتری طول کشیده. یعنی اینکه مثلا این از سرورهای ایران خارج شده و به سرور خارج کشور رسیده. و اینجا اگه دقت بکنید و به اسم نام بکنید، از یک سرور فرانسوی استفاده کرده که از اقیانوس اطلس میگذشته و واسه یه بالا سرویس پرووایدری بوده که به اسم cogneto.com و به یک سرور فرانسوی دیگه رسیده و در نهایت به سرور jibrail.com رسیده. خب که یکی از سرورهایی هست که احتمالاً داره این سایت MIT رو هاست میکنه. و دقت که بکنید وقتی که از شبکه ایران خارج میشه، مثلا این جایی که میخواد از اقیانوس عبور بکنه، سرعتش به شدت میاد پایینتر و زمان بیشتری رو برای انتقال این داده صرف میکنه. حالا شما از این ابزار میتونین استفاده بکنین تا متوجه بشین که این پیاماتون چه سرورها و چه مسیرهای مختلفی رو طی میکنن، حتی برای یک سایت رسیدن به یک سایت مشابه. خب تا اینجا ما کامل متوجه شدیم که به صورت نرم افزاری چه اتفاقی میفته. ولی معمولا این اتفاقات به وسیله سخت افزارها میفته. این نمونه یک اصطلاحاً روتر و مودمی هست که ما تو خونه همون امروزه داریم
و در پشتش اگه نگاه بکنیم ما چند تا سوکت میبینیم که خب حالا توی نسخه جدید از سوکت USB استفاده میشه برای مثلا انتقال دادن این سری اطلاعات و حتی مثلا به روز رسانی کردن این مودممون. از کابل RJ67 یا همون کابل تلفن استفاده میشه برای اتصال به ISP. از این کابل های ببخشید RJ67 خب تا اینجا ما در مورد موضوعات نرم افزاری اطلاعات کامل و کافی رو در مورد اینترنت کسب کردیم. ولی خب یه موضوعی که میاد اینجا، ما باید یه سری دانش‌هایی هم در مورد سخت افزار این کار داشته باشیم. این یه نمونه از یک مودم خونگی هست که توی خونه‌مون امروزه پیدا میشه. این زیاد اصطلاحاً ذهنتون رو درگیر نکنه. تو قدیم از همچین کابلی برای اتصال به ISP استفاده می شده، ولی امروز معمولاً مخصوصا توی ایران ISP ها از کابل تلفن یا RJ11 یا RJ11 استفاده میکنن برای اتصال به اون ISP. و اینجا ما کابل های جای سویچ کابل RJ45 رو داریم برای وصل شدن مثلا لپتاپ هامون یا مثلا تلویزیونمون به اینترنت. و خب 100% کابل برق همین دستگاه نیاز دارن و توی مودم های مدرن از یه پورت USB هم هست که برای آپدیت کردن فریمور این دستگاه استفاده میشه و معمولا یک دکمه سخت افزاری ریست وجود داره برای اینکه این دستگاهمون رو ریست مثلا به حالت اون تنظیمات کارخونه برگردونه. نمونه‌های دیگه ای از دستگاه های مودم هستن که همونجور که میبینین روز به روز دارن کوچیک‌تر میشن و با سرعت بالاتر و پرفورمنس خیلی بالاتر. این اون جای کابل تلفنه که احتمالاً توی خونه‌تون دیدینش. این کابل RJ11 هست که همون کابل تلفن هست و این نمونه سوکت کابل RJ45 که همونجور که می‌بینیم بزرگتره و سیم‌های حدوداً 2 برابر سیم داره برای انتقال اطلاعات. اینم جای سوکتاشونه که توی شرکت‌ها بیشتر از این اصطلاحاً سوکت‌ها استفاده میشه، سویچ‌ها. اینم نمونه یک دستگاه جدید وایرلسه که علاوه بر اتصال کابلی به ما اتصال وایرلس و وای فای هم به ما میده و همزمان امکان اتصال با کابل هم بهش وجود داره. این دستگاه هم دستگاه به اسم سویچ هستش. این دستگاه خودش به خودش مودم نیست، ولی میتونه یک مثلا توی این مثال میتونه 8 تا شبکه رو به همدیگه وصل کنه، 8 تا دستگاه رو، و بین اینا یک شبکه وجود داره که بتونن بین خودشون اصطلاحاً انتقال اطلاعات بکنن. و اگه ما مثلا با یکی از اینا اینترنت اتصال بدیم، میتونیم این اینترنتش رو شیر کنیم مثلا روی 7 تا دستگاه دیگه یا هر اطلاعات دیگه که بخوایم بدون نیاز به اتصال به اینترنت جهانی. تا اینجای دوره تمام دانشی که کسانی که میخوان رودمپ بک اند، فرانت اند یا هر موضوع دیگه‌ای که به یک اطلاعات بیسیکی در مورد اصطلاحاً اینترنت نیاز داره کافیه واسهشون و دیگه نیازی نیست ادامه بدن توی این موضوع و میتونن برن ادامه رودمپشون رو طی کنن. ولی کسایی که میخوان در مورد شبکه و کلا خیلی اصلا پیشرفته تر و متمرکز تر و تخصصی تر روی شبکه بدونن، بهتون پیشنهاد میکنن که دوره نتورک پلاس ما رو حتما نگاه کنن که به صورت خیلی تخصصی تر موضوعات و لایه های مختلف شبکه رو توضیح میدیم که حالا از اونجا میتونن به دورهای هک امنیت یا هر دوره دیگه‌ای که پیش نیاز شبکه هست از اونجا برن و راه یادگیریشون رو ادامه بدن. خیلی خوشحال میشم اگر سوالی، پرسشی، نقدی یا پیشنهادی دارین برای بهتر شدن آموزش های ما، بنده رو در جریان بذارین. زیاده ارزی نیست. موفق باشید و پیروز و خدا نگهدارتون باشه.